سلام دوستان اومدیم با آموزش ساخت یه آمپلیفایر قدرتمند مخصوص ماکت. دوستان داخل این بخش من یه مقوا گذاشتم 3 تا نام آمپلیفایر که این قرار بشه 4 تا. حالا بر توضیحات اینا گذاشتم که اینطوری معلوم بشه. و اینکه این آمپلیفایر 2 وات، شما تیک قطعات رو من بهتون بدم. این آمپلیفایر 2 وات، ماژول بلوتوث پخش کننده خودرویی بهش میگن یا ماژول بلوتوث پخش اسپیکر. خب و دیگه چیز توضیحات خاصی نداریم. ماژول بلوتوث همینم داخل گوگل سرچ کنیم براتون میاد. و ماژول بلوتوث اصل و فیکش هیچ فرق براتون نمیکنه. خب چون این ماژول اینجا خروج اسپیکر داره و ما این خروج اسپیکراشو وصل میکنیم به تقویت کننده و یعنی این بلوتوثش این ماژول زیاد چیز خاصی نیست. شما مدل دیگه هم میتونید استفاده کنید مثل مدل مشابهش. فقط حواستون باشه L GND R GND L داشته باشه حتما که روی این ماژولا اگه توجه کنین نکنین داره. خب علاوه توضیح میدم برای این ماژولا که اصل و فیک دارن. همونطور که دارین تماشا میکنین این ماژول رو نکنین، هم از بغل هم از بالا با این ماژول ببینید چقدر فرق میکنه. نکنین حالا این ماژول بیاین از بغل شما بیاین نگاه کنین، نکنین قطعاتش اصلا نمیذارن شما پای آی سی ببینید و این قطعات خیلی بهتری روش نصب شده. بعد مدلش هم اینجا قید شده، یعنی مدل شرکتیش. ولی خب اینا بیشتر داخل 2 وات، یعنی 3 وات بهتون 2 تا خود 3 وات بهتون خروجی میده. نکنین هیچی قید نشده و این کیفیت. ولی که حواستون باشه که از این فیکا نخرید. خب حالا برای گذاشتن اینا آقا شما باید به باتری احتیاج دارین. کلید باتری هم از باتری لیتیوم یا باتری موبایلتون میتونید استفاده کنید. حالا با ببینم کدومش با ببینم داخل مدار چارت ببینم جواب میده. خب حالا شما 1 2 تا 3 تا میتونید بزنید 4 تا. حالا من میخوام 4 تا بذارم و کامل بهتون نشون میدم. برای اینجا نگاه کنید شما دیگه اون چیدمانشنا به خودتون مربوطه. حالا من روی مقوا گذاشتم میرم سیم که 6 انجام میدم دوباره برم که بهتون توضیح میدم. شماتیک که ساده یعنی عکس شما داخل بکنم ادامهش ویدیو براتون میذارم، حتما برین چند ثانیه هم میذارم به اسکرین بگیرین راحت از روی اونم نگاه کنیم میتونین وصلش کنیم. خب آقا نگاه کنیم من اومدم منفی مثبتی که روی این بورد هست. خب اینطوری بکنم بهتر. اومدم منفی مثبتی که روی این بورد هست این برای منفی اینجا یه مثبت. اومدم این منفی مثبت رو کردم به این بورد. خب یعنی چی؟ یعنی این که اینجا این دوتا یعنی اینجا دوتا پایه داره که این دوتا منفی مثبتاش برای ورودی برق باتری که اینا رو من اومدم اینا همونطوری منفی مثبتشو با همون یعنی این مثبت خورد به این مثبت این منفی خورد به این منفی. خب بعد دوباره از اینجا همینجا یه منفی سیم کشیدم دادم به این منفی، یه مثبت کشیدم دادم به این مثبت. الان دوباره با یه مثبت اینجا بکشم بدم به این مثبت، یه منفی دوباره اینجا بکشم به این. حالا شاید بعد جای سوالش خب این دو تا سیم برای این برای این که ماژول بهتون گفتم من میخوام 4 تا میخوام کار بذارم. بعد الان باید بگردم دنبال جایشینم. خب این تا اینجا کار فقط گفتم که در نظر داشته باشین راه کلیش اینطوری. خب آقا شاید الان بگیم وای این چیه؟ نه هیچ نترسین. خب آقا نها کن من اومدم مصنفی اینا رو که همونطور که بهتون گفتم وصل کردم. بعد اومدم از اینجای این برده که الو آرو GND بود GND رو بس کردم به وسط الو آر اینا. خب که اول آوردم بس کردم به این وسط، بعد آوردم بس کردم به این، بعد آوردم بس کردم به این، بعد بس کردم به این. تمام. خب الان باوریم الو آر اینا هم دیگه بس کنیم بعد تمام. همین یعنی هیچ کار خاصی نداره، کل کارش همینه. حالا من با رنگای متفاوت دارم میزنم که برای شما چی میگن اینطوری گیجی نشین. همین نقشش هم آخر ویدیو میذارم، زیاد کار خاصی نداره. ولی اگه شما یه دونه بخواید بذارین این یه دونه رو فقط الو آر اینا رو بس می‌کنید ببین تمام. همین آقا. خب من دوباره من بهتون یه آپدیت دیگه بدم. نگاه کنید من اینم سیمش رنگش قرمز حالا اینطوری شده. نگاه کنید منم اینجا از اینجا 3 تا پایه داره 1 2 3. یه دونه از اینا که ال
بعد خورد به اینجایی که نوشته بود ال، کنی اینجا نوشته داره ال، اینجا هم نوشته داره آر، این ور اینم نوشته بود چی؟ آر. من خورد به. حالا دوباره ال آر این میاد میخوره به اینا، میاد میخوره به اینا. همین نقشه درست شده این کامل این داخل بعد این ویدیو هست، یادتون تخت. خب دوستان این شد پایان کار و مثبت منفی من باید بکشم از تمامی اینا، یعنی این فقط همین یه مثبت منفی بکشم بدم به باتری. بعد از این دیگه تمومه و اینا خود جای اسپیکرشو بیارم بیرون برای تست و اینا. خب این شد از یه کار پایانی. هم نقشش کلیش هم میذارم، این اینقدر سخت نیست بگم.